که ابو زکریا کنیش ابو زکریا، نامش یحیی، پدرش شرف، یحیی ابن شرف ابن نام یحیی ابن شرف ابن مری ابن حسن ابن حسین ابن محمد ابن جمعه ابن حزام الحزامی النووی، یا که گفتیم نووی، الدمشقی. دمشقی گویم چه میشد برای که نعم نووی رحمه الله دمشق به قریب زایدتر از 20 سال، یعنی 29 سال تقریبا حیاتش دمشق میگذشت. و عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگوید که من اقام ببلد اکثر من 4 سنین نسب الیها. من اقام ببلد اکثر من 4 سنین نسب الیها. هر کسی که یک شهرنده 4 سال زایدتر زندگی کند همین شهر به نسبت چیت میشد. یعنی حاضر مدینه با اگر 4 سال زندگی کنید شما چیت المدنی میشید، یعنی مدنی میشید. کجا که رفته اگر همینجا با 4 سال زندگی کنید، 4 سال زندگی کنید شما چی هم بلد به چی نسبت داده میشید. همین به نووی رحمه الله یعنی زایدتر از 20 سال دمشق زندگی کرد. برای همین دمشقی گویم چی صحیح. و نووی میگیم برای چی؟ برای اینکه تولدش که جابه بود نوه شهر نوه بود. نعم این یعنی که بود یعنی یحیی ابن شرف رحمه الله. نعم سال تولدش 631. سال تولدش چندم سال تولد شدگی نووی رحمه الله 631 هجری در بلده نوا تولد شدگی. پدرش شرف یکی از اهل علم علماهای مذهبی امام شافعی بدگی و بابایش حزام همین جواب اومدگی همین چی بهم نواب اومده همجند سونه مونده. عادت عرب باری همجند زن گرفته همجند سونه فرزنددار شده همجند موندگی. و بعضی میگفتن که حزام یعنی نسبت حکیم ابن حزام به، لیکن نووی خودش رحمه الله این کار میکنه، میگفت ما نسب ما حکیم ابن حزام به نمیگردن، میگفت یعنی نعم. نوا گفتیم یعنی این شهری که جواب جنوب دمشق به جایگیر شده است. نوا چی شده است یعنی جایگیر شدگی. و این از خردسالش چی بود یعنی بارع بود، یعنی حقیقی چی بود یعنی طالب علم بود. یعنی حتی ذهبی رحمه الله تاریخ الاسلام اند ترجمه نووی به میبیارد که میگوید که یعنی میبیارد که میگوید که از شیخش ابن عطار میگوید که ابن عطار رحمه الله میگوید که وقتی که حتی نووی میگوید من دیده بودم که میگوید همین 6 ساله 7 ساله بود کودکا چیکار میکردن یعنی كانوا ياخذونه الى اللعب ويكرهونه یعنی با مجبوری بازی به میبروردن و هو ما كان يريد ان يلعب معهم بل كان يبكي. نمیخواست بازی کردن یعنی چیکار میکرد یعنی میگریست. یعنی اومده چی با قرآن خوانی مشغول میشد. یعنی 6 ساله 7 ساله کودکشند یعنی چی بود یعنی حب علم الله سبحانه و تعالی این دلش به جا کرده بود. یعنی رحمه الله بلاغت به نرسیده 10 ساله 11 سالش چی حافظ قرآن میشد. یعنی حافظ قرآن میشد. یعنی هم به وقتی که 19 ساله تقریبا میشد پدرش وارد جا میبیارد دمشق میبیارد و همین ساله چی میکرد طلب علم سر میکرد، بسیار اجتهاد میکرد. مثل کتاب تنبیه این شیرازی تنبیه فی فروع مذهب شافعیه، تنبیه کتاب معتبر عمده مذهب شافعی یعنی شیرازی 4 ماه هنده میگوید از یاد میکنه. 4 ماه به کتاب چی میکنه تمام میکنه. یعنی فقه شافعی اساسی کتاب‌های اساسی مذهب کتاب مذهب یعنی مثل تنبیه و سون کتاب الغایه و تقریب این اصفهانی معروف به متن ابی شجاع میگویند و این چنین کتاب نعم کتاب منهاج طالبین نووی خودش همینا کتاب عمده حساب میشه. یعنی فقه شافعی و شافعی تنبیه 4 ماه بچه میکنم میگوید تمام میکنم میگوید. یعنی کودک به طول وای وقتا خردسال بود یعنی 15 16 ساله بود. یعنی حتی میگوید که وقتی که ازیان میکردم میگوید باب میگوید وقتی که باب چی اومدم یعنی باب طهارت اند میگوید که شیرازی میگوید که باب میبیان میگوید که یجب میگوید الغسل من علاج الحشفه فی الفرج. يجب الغسل من علاج الحشفه في الفرج. چی مسئله چی کی میگوید یعنی چی معنای این مسئله يجب الغسل من علاج الحشفه في الفرج معناش چی این مسئله چی مسئله معناش
یعنی الحشفه گفته یعنی چه میگن؟ یعنی همین رأس و ذکر میگن، یعنی به مجرد یعنی حاجت نه مثلا که یعنی وای مثلا منی میبره یا نمیبره، به مجرد وقتی که همین رأس و ذکر یعنی جایی که ختنه میکنن که همین جایی ختنه میکنه که کامل اگر همین فرج به غایب شود، در اومده همجا با غایب شدنش کتی غسل چی میشد؟ یعنی واجب میشد. فهمدید؟ یعنی وای مثلا یعنی جما میکنن نمیکنن به مجرد همین رأس ذکر حشفه گفته یعنی هم جایی که ختنه میکنن که یعنی هم چیده همین ختنه میکنه که جو وقتی که همین فرج زن به در اومده غایب که میشود به همین کتی چی میشد؟ یعنی غسل واجب میشد. هم مسئله خونده میگوید رحمه الله چی فکر کردم، یعنی اینا فکر کردم که مسئله ازش خیلی که بسیار مردم نمیفهمد، نووی هم نفهمید، فکر کرد که مسئله قرقره البطن یعنی معناش یعنی همین خیلی اجتهادش اومد که یعنی معنای چی استاد است شیرازی رحمه الله استاد است که یعنی یجب الغسل من قرقره البطن. قرقره البطن چه؟ الصوت الذي يحصل في البطن، یعنی اشکم گرسنه مونت آواز میتیاد که یعنی فهمیدید قرقره معناش چه؟ اشکم گرسنه مونت اشکم آواز میتیاد که یعنی فهمیدید؟ فکر کرد که این از همین یعنی از همین چی میشه، یعنی کسی کمش آواز میاد غسل واجب میشه. و یک روز به پایای نووی رحمه الله یعنی میگوید که حیاتم وقتی که طلب کتاب دستم بگرفتم از یک بار زاید افغان نمیخوردم، میگوید یعنی تمام روز چی گرسنه و دویم چی قرقره ها یعنی 5 وقت نماز به چی میکنه؟ غسل میکنه. و كنت اغتسل میگوید بالماء البارد. با این همین وقت اومد که زمستان و زمستان دمشق که میاد یعنی چقدر خنک میشه، یعنی همین وقت اومدم مثلا یعنی زمستان انده 2 ماه میگوید من شب و روز غسلنده ام، میگوید یعنی 2 ماه فقط پیش از هر یک نماز چی میکنم؟ یعنی من غسل میکنم بالماء البارد گفته یعنی فهمیدید مثلا یعنی یعنی نه چی یعنی خردسال معنای حشفه معنای یعنی علاج معنای این چیزایی نمیفهمن، یعنی چیز فکر کرد که یعنی مثلا یعنی من باطن دربارش گپ اساس یعنی فهمیدید باطن دربارش گپ اساس کنم فکر کرده یعنی ذهبی رحمه الله تاریخ الاسلام انده ذکر کرده این چیزا یعنی همین معناش که یعنی از کتاب مثلا به استاد گرفتن معناش همین یعنی جا میبرد یعنی آدم همین خیلی یعنی رحمه الله چی بود یعنی مشغول بود به طلب علم، یعنی حتی روزش به از 10 تا 12 کتاب میخوند یعنی درس میکرد. یعنی میگوید که وقتی که میگوید همین دمشق ما اومده میگوید 19 ساله بودم میگوید یعنی 2 سال میگوید من میگوید ما وضعت جنبی الى الارض یعنی خورفتگیم نمیگوید یعنی که جا بخوام میرد همین بالای کتاب بخوام میرد یعنی اما بالای بالشت سریش موندگیش نه یعنی رحمه الله. الان خیلی چی بود یعنی سونه همراه پدرش حج اومده یعنی حج میکند همراه پدرش. سونه من دمشق انده مدرسه الرواحیه به مدرس میشه. سونه خیلی چی میکند یعنی نزد یک چند استادها به یعنی طلب علم میکند مثل نعطار و دیگر ها به مثل یعنی از اصحاب ابن صلاح به مثلا چی طلب علم میکرد که نووی رحمه الله. نعم و كذلك مثلا چی بود گفتیم یعنی کان امرا بالمعروف و ناهیا عن المنکر، امر معروف که مشغول بود نهی منکر میکرد. حتی سلاطین سلطان های زمانش هم دیگه به مثل السلطان الظاهری بیبرس به یعنی چخیل با جبروت و با چی مشهور بود لیکن نمیترسید مینویست یعنی این کار میکرد منکرایی که میدین طبعا سری یعنی بینش و بین ظاهر رساله ها مینویست یعنی رساله ها مینویست یعنی از ظلم چه یعنی این کار میکرد که خیلی چیزای نکن گفته سری چه نصیحت ها مینویست یعنی رحمه الله. و چه بسیار کتاب بعد از خودش چه بسیار کتاب ها موند رحمه الله، ما مؤلفاتش خیلی بسیار یعنی عمرش چه گذشت یعنی عمر مبارک چه گذشت یعنی نووی رحمه الله چه گذشت یعنی عمرش مبارک بود یعنی گرچند عمر کم دید یعنی 45 سال عمر میبیند 45 سال چه عمر میبیند یعنی 45 سال چه میکند یعنی عمر میبیند یعنی هم به حتی نام وقتی که از اصحابش میپرسید یعنی برای چی کم خوب رفتن کم خوردن میوه تماما نمیخورد مثلا یعنی این چیز ضرر که گفتگنده همیننده میگفت که همین میورد میگفت که یعنی آدم های بود که میگفت یعنی چی فیس میگفتیم عباره میگفت که آدم های بودن که میگفت یعنی میدونستن که این جسدشون برای دنیا نه، جسدشون برای خاک. یعنی من عقبش فهمیدم که این آدم یعنی خلاص یعنی این چیز یعنی از دنیا خبر ندارد و برای دنیا به باقی موندنم اومده گشت یعنی فقط یعنی این چیز به یعنی اهمیت هم ندارد. هم به 45 سالگیشن چه وفات میکنه رحمه الله. لیکن خیلی بسیار کتاب ها میموند پس از خودش، شاگردای بسیار
کتاب‌های بسیار. یکی از عظیم‌ترین کتاب‌هاش کتاب مجموع النووی. مجموعی که گفتیم یعنی النووی، مجموع النووی گفتیم، مجموعی که گفتیم النووی، مجموع النووی مجموع ده کتاب محذب شیرازی شرح کردگی. این کتاب مشهورترین کتابی که ابن کثیر بدایه میگوید که یعنی اگر این کتاب لیکن یعنی چی عجلته منیته، یعنی عجل اومدو کتاب آخرش برسونده نتونست، لیکن خیلی شرحش تو کتاب بیوع تا باب ربا برد. این کتاب این کتاب میگوید اگر کامل میکرد میگفت اسلام به یک مرجع میشد. میگوید یعنی بسیار کتاب ها به محتاج نمیشونیم. یعنی کتاب یعنی خیلی چنده، یعنی کتاب یعنی بابش به کتاب عظیم نویسه مجموعی نووی رحمه الله. و بعد از وی کتاب مثلا که کتاب منهاج کامل کرده، منهاج صحیح مسلم ابن الحجاج حضرت شیخ عباد همین نمیخونیم که دایم همین چیز، یعنی کتاب معتبر شدگی. و کتاب های ثانی چی دارد، یعنی تصحیح تنبیه، الفاظ تنبیه دارد. و کتاب ریاض الصالحین، کتاب اذکار. ریاض الصالحین یعنی چه تمام مسجد های دنیا به چه کتاب خونده میشد. سبحان الله، تمام مساجد دنیا به این کتاب چی میشد، یعنی خونده میشود. یعنی تصور کنید، یعنی الدال علی الخیر کفاعله، چقدر این آدم چه اجر میشود. یعنی چقدر تمام دنیای مسجداش به این کتاب ریاض الصالحین چه خونده میشود. تا مدینه ببینید غالبا بعد از عصر تمام امام ها چه همین ریاض الصالح میخونند هر روز. یعنی کتابی که کتاب نووی، ریاض الصالحین و کتاب الاذکار، این کتاب بوده. کتاب خیلی که گفتیم کتاب 40. و نووی رحمه الله گفتیم سال چند وفات کرد؟ 676 هجری وفات میکنه. 676 هجری 676 هجری وفات میکند. نووی گفتیم نووی گویمان میشد و نواوی گویمان میشد با الف و بدون حذف الف. هر دو وجه هم چه اومده که النواوی و النووی هر دو وجه هم چه بوده است، یعنی جایز بوده است. این چی بود، یعنی ما يتعلق بمؤلف الكتاب وهو ابو زكريا يحيى بن الشرف النووي او نووي رحمه الله.